رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که ان شیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم. شیطان مانند خونی که در رگ‌های انسان در حرکت است، در رگ‌های انسان حرکت میکنه. ببینید هر انسانی همراه او ملائکه‌ای هست که ما رو به کارهای خیر، به کارهای خوب فرا میخوانه و همراه ما شیاطینی است که ما رو وسوسه میکنه و ما رو به سوی گناه، به سوی اعمال زشت فرا میخوانه. انسان مسلمان، انسان خوب، انسانی است که با ذکر الله سبحانه و تعالی، با خواندن آیات و با ادعیه‌ای که از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است، سدی بین خودش و بین شیطانی که او رو وسوسه میکنه ایجاد میکنه. این صد رو رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح به عنوان یک حصن، یعنی یک قلعه، مثل که یک قلعه بلندی باشه و شما در داخل او محفوظ باشید، این دعاها و این ذکرها انسان رو در داخل یک قلعه نگه میداره و این شیطان نمیتونه که انسان رو وسوسه بکنه، انسان رو به طرف گناه، ذهن انسان رو، فکر انسان رو مشوش بکنه. خب چطور ما خودمون رو در داخل این قلعه قرار بدیم؟ توسط اذکار. کتابی هست به نام پناهگاه مسلمان، یک سرچی بکنید پناهگاه مسلمان و اگر دوستان بتونن این رو در صفحه یوتیوب هم بگذارن. کتاب پناهگاه مسلمان به زبان فارسی هم هست، به عربی هم هست، به تاجیکی هم ترجمه شده، به انگلیسی و ترکی و روسی و زبانهای مختلف. این کتاب میاد امین اذکاری رو که شما در طول شبانه روز، طول هفته، طول ماه و طول سال به عنوان یک مسلمان باید این اذکار رو انجام بدید رو برای شما بیان میکنه. مثلا دعای اذکاری که انگام خواب هست، خیلی مهم هست. کسانی که این اذکار رو بخونن شب خوابای وحشتناک نمیبینن، راحت میخوابن به اذن الله تعالی. بعد از اینکه از خواب بلند میشید یک سری اذکار دیگری است. بعد از هر نماز اذکاری هست. بعد قبل از طلوع آفتاب اذکاری هست. بعد از طلوع آفتاب اذکاری هست. موقعی که از خانه بیرون میشید اذکار و دعایی است که باید بخونید. وقتی که ماشین سوار میشید اذکار و دعایی است که باید بخونید. اگر شما در زندگیتون این اذکار رو انجام بدید، مانندی که بدنتون، جسمتون، بدن ما از دو چیز ساخته شده است، یکی این جسم ما هست، یکی روح ما هست. همونطوری که بدن ما به غذا نیاز داره، روح ما هم به غذا نیاز داره. غذای روح یک مسلمان چی است؟ همین اذکار است. الا بذکر الله تطمئن القلوب. با ذکر الله سبحانه و تعالی دلهای ما آرام میگیرد. و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا. و کسی که از ذکر الله سبحانه و تعالی دوری میکند زندگی تنگ و سختی خواهد داشت. و با ذکر الله سبحانه و تعالی دلهای ما آرام میگیرد. اگر این اذکار ما در زندگیمون انجام بدیم، همین وسوسه ها، سحر، جادو، چشم زخم، حسد، هیچ کدام اینها به ما ضرری نخواهد رساند. مهم این است که این اذکار رو ما سر وقت انجام بدیم. خواندن آیت الکرسی خیلی مهم است. این اصلا ورد زبانتون باشه. همیشه آیت الکرسی رو بخوانید. دو آیه آخر سوره بقره، آمن رسول بما انزل الیه و به اصطلاح معوذتین، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس، این رو همیشه تکرار بکنید. اذکاری رو که از رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما ثابت شده، مثلا الحمدلله، سبحان الله، مثلا الله اکبر و کبیرا و الحمد لله کثیرا و سبحان الله بکرة و اصیلا، این رو زیاد تکرار بکنید. این اذکار و دعا رو اگر ما همیشه تکرار بکنیم، یک آرامش عجیبی در وجودمون احساس میکنیم. چرا؟ چون سدی و قلعه‌ای بین ما و بین شیطانی که ما رو وسوسه میکنه قرار دادیم. این انشالله برای شما مفید واقع خواهد شد.